دوستان سلام. بسیار خوش آمدید به کانال رانا بای لایف. امروز با شما درباره ساختار دی ان ای یا دی ان استراکچر صحبت خواهیم داشت. تا آخر با ما باشید و امید که از تماشای این ویدیو لذت ببرید. چنانچه همه ما می‌دانیم تمام حجرات برای ای که بتانه به درستی عمل بکنه به نوع دستورالعمل نیاز دارند. آنها به راهنمایی‌ها، قوانین و کدها برای ساخت مواد درون حجره نیاز دارند و آن کد عبارت از دی ان ای است. دی ان ای مخفف دیوکسیرایبونوکلیک اسید است. حرف دی نشان دهنده نام قند و حروف ان و ای نشان دهنده نوکلیک اسید هستند. دی ان ای اطلاعاتی را در خود دارد که ویژگی‌های موروثی را تعیین می‌کند و این مولکول کد ساخت پروتئین ها را در بر دارد. دی ان ای در هسته حجرات یوکاریوتی و در سایتوزول پروکاریوت ها یافت می شود. اگر نگاه دقیق‌تر به کروماتین داخل هسته بندازیم میتونیم ساختار دی ان ای را مشاهده بکنیم. دی ان ای از زیرواحدهای تکرار شونده ساخته شده و این زیرواحدها مونومر یا به طور مشخص‌تر نوکلئوتاید نام دارند. هر نوکلئوتاید 3 بخش اصلی دارد که عبارت از یک گروپ فسفید، یک قند و یک قلوه نیتروژنی می باشد. در دی ان ای نام قند دی اکسی رایبوز است که بخشی از نام دی ان ای هم می باشد. در دی ان ای 4 قلوه نیتروژنی وجود دارد که عبارت از تایمین، آدنین، سایتوزین و گوانین هستند. 2 قلوه پورین هستند که ساختار 2 حلقوی دارد و 2 قلوه دیگر هر پیرمیدین هستند که ساختار 1 حلقوی دارند. آدنین و گوانین پورین هستند. سایتوزین و تایمین هم پیرمیدین هستند. برای به خاطر سپردن پیرمیدین ها به این نکته توجه میکنیم که این قلوه ها حرف وای را در نام خود دارد، همانطور که کلمه پیرمیدین هم دارای حرف وای در ترکیب خود است. قلوه ها همیشه به صورت جفت ظاهر میشه و شکل مایل مولکول دی ان ای باعث میشه که ساختار آنها به صورت مارپیچ یا هلکس داره. از آنجایی که دی ان ای دو رشته‌ای است، از اصطلاح مارپیچ دوتایی یا دبل هلکس برای توصیف ساختار او استفاده میشه. 4 محقق به عنوان کاشفان شکل دی ان ای شناخته میشوند که عبارت از واتسون، کریگ، ویلکینز و فرانکلین می باشند. همه اونا بجز روزالند فرانکلین جایزه نوبل را دریافت کرد، زیرا فرانکلین پیش از اعطای جایزه وفات نمود. هر یک از این محققا نقشه در کنار هم قرار دادن ساختار دی ان ای داشتند. آنها دریافتند که در دو طرف مولکول ستون فقرات از قند و فسفید به صورت متنوع وجود دارد و در بخش داخلی مانند پله های یک نردبان یک زینه قلوه های نیتروژنی قرار گرفتند. آدنین و تایمین با هم رابطه های هیدروژنی ایجاد میکنند و سایتوزین و گوانین نیز با هم رابطه های هیدروژنی برقرار میکنند. برای یادآوری که کدام قلوه ها با هم جفت میشن به شکل نوشتاری حروف فکر میکنیم قبلا توضیح دادیم. آدنین و تایمین دارای خطوط صاف هستند، در حالی که سایتوزین و گوانین خطوط خمیده یا کج دارند. همچنین میدانیم که آدنین و تایمین 2 رابطه هیدروژنی دارند، در حالی که سایتوزین و گوانین 3 رابطه هیدروژنی با هم ایجاد میکنند. لذا با گفتن این جمله که AT2 و CG3 این موضوع را به خاطر میسپاریم. فراموش نکنید که این قسم روش‌های ساده هستند که در واقع ابزارهای بسیار مؤثر برای تقویت حافظه و یادگیری میباشند. رشته‌های دی ان ای مکمل یکدیگرند، زیرا آدنین همیشه با تایمین و سایتوزین همیشه با گوانین جفت میشوند. بر اساس تعداد رابطه‌های هیدروژنی میتوان رشته مکمل را پیش بینی کرد، اگر ما شما رشته مقابل یا تمپلیت را بدانیم. اکنون بعد از تمام از این دانسته ها درباره دی ان ای استفاده بکنیم و اجزای این مولکول دی ان ای بدون برچسب را شناسایی بکنیم. ساده ترین اجزا برای برچسب گذاری قندهای دیوکسیرایبوز و گروپ های فسفات هستند. این اجزا بخشی بیرونی مولکول را تشکیل میدهند. دیوکسیرایبوز دارای شکل 5 ضلعی است و فسفات یک مولکول کوچک میان آنها می باشد. در مرحله بعد باید این قافیه را باید داشته باشیم که AT2CG3. پس نوکلئوتایدهایی که 2 رابطه هیدروژنی دارند A و T هستند و آنهایی که 3 رابطه هیدروژنی دارند C و G می باشند. برای تشخیص ای که کدام قلوه کدام است باید بدانیم که پیرمیدین ها یک حلقه دارند و پورین ها هم 2 حلقه دارند. بنابراین سایتوزین و تایمین پیرمیدین و تک حلقه‌ای هستند و آدنین و گوانین 2 حلقه‌ای می باشند. اکنون
شما یک مولکول دی ان ای به طور کامل برچسب گذاری شده یا نامگذاری شده دارید. سپاس از اینکه قسمت از رعنا بایولایف را تماشا کردید. فراموش نکنید ویدیو را لایک کنید و کانال را سابسکرایب نمایید.